أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان. معنای رمضان و زمان فرض شدن آن بر مسلمانان. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. برادران و خواهران عزیزم، در این نوار ما خواسته معنای کلمه رمضان و تاریخ پیدایش رمضان را، یعنی در کدام سال روزه ماه رمضان بر مسلمان ها فرض گردید، این را خواستیم به شما بگوییم. معنای لغوی رمضان. رمضان کلمه عربی بوده به معنای شدت گرما و تابش آفتاب بر ریگستان می آید و ماه نهم در سالشماری قمری است و تعداد روزهایش 30 و یا گاه 29 روز می باشد. معنای روزه در شریعت. روزه در شریعت خودداری از خوردن و نوشیدن و دوری از همبستری با همسر از دمیدن صبح تا غروب آفتاب با نیت می باشد. یعنی انسان باید نیت روزه‌داری را بکند. اگر نیت نکند این جز گرسنگی و تشنگی هیچ چیز دیگر نیست. حکم روزه ماه رمضان. روزه داشتن ماه شریف رمضان به همه مسلمانان فرض بوده، یکی از رکنهای پنجگانه اسلام می باشد. خداوند می فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان، ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه داشتن بر شما مقرر شد همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود تا پرهیزگار شوید. زمان فرض گشتن روزه ماه رمضان. خداوند روزه رمضان را بر مردان و زنان مسلمان در ماه شعبان سال دوم هجری فرض گردانید. به عذر یعنی به سبب ترک کردن روزه ماه شریف رمضان از گناهان کبیره به شمار می رود. به چه سبب در مملکت های مختلف روزه را یک روز پیش یا قفا سر می کنند؟ سببش طبیعی است، چون ماه نو یک وقت در همه مملکت ها نمایان نیست. در آن جایهایی که شب 29 ماه شعبان ماه نو را می بینند پگاهش روزه می گیرند و در آن مملکت هایی که در شب 29 ماه شعبان ماه نو ننمایید یا آن را ندیدند با سبب های مختلف، آنها بعد از یک روز دیگر روزه می گیرند. چون ما در آسیا زندگی کرده با وقت مملکت های عربی نماز نمی خوانیم، اینچنین ماه نو هم در جای نمودار می شود و در جای نمودار نمی شود. برای همین برادران هیچ کس را گناهکار به این کار نکنید، چون این کاری طبیعی است و در این مسئله ما باید گفته های عالمان شهر خود را، دولت خود را گوش کنیم. در کجایی که زندگی بکنیم باید قول آنها را گوش بکنیم. به درستی اگر همه مسلمان ها پیروان عالمان مکانی خود می شدند، در بین ما این اختلاف ها روی نمی زد. در رمضان کدام عمل ها را بیشتر انجام بدهیم؟ در رمضان طاعت و عبادت، خواندن قرآن، نمازهای 5 وقته را در مسجد با جماعت گذاشتن، خواندن نماز تراویح، گذاشتن نمازهای نافله، گذاشتن نمازهای قضایی که دارید و اینچنین صدقه دادن، سخن خوب گفتن، امر معروف کردن و دیگر کارهای شایسته را انجام دادن خیلی اجر و ثواب بسیاری دارد. و یکی از عملهای مهمترین این ماه این ختم قرآن در این ماه شریف است که بسیاری از عالمان قرآن را در این ماه یک چند مراتبه ختم می کردند. و اگر برادر و خواهر عزیزم قرآن خواندن نتوانید، شما می توانید قرآن را گوش بدهید و با گوش دادن آن را ختم بکنید، چون گوش دادن هم به قرآن ثواب بزرگ است. و ناگفته نماند از همه عملی بهترین و خوبترین این دوام دادن همه این عملها بعد از ماه شریف رمضان تا رمضان آینده است.
و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. عد لنا رمضان وبقربه عم الأمان ونفوسنا فيه تصان وبصومه نرقى الجنان.